و الا صرف گرفتن جلسه و اقامه عزا شما داری یه دفاع خیلی سطحی انجام میدی، یه دفاع خیلی ساده. یعنی اون انرژی لازم، اون خودباوری، اون آتش رسیدن به نهایت رو نداری. مثل یه تیم فوتبال که تدافعی بازی میکنه، امیدی نداره به برد، به خودش نمیبینه، اون جرأت و جسارت رو برای رسیدن به نهایت نداره، لذا دفاع میکنه، میگه شاید یه تک امتیازی گیرمون اومد. ولی یه تیمی که انگیزه داره و خودش رو باور داره تو فاز حمله است، 100% هجومی، میاد برای رسیدن به تمام امتیاز، میاد برای رسیدن به تمام اهدافش. ما هم همینطور، ما اگه فقط به اقامه عزا بپردازیم و تو این عزا صرفاً به حضرت زهرا سلام الله علیها یه دفاع، اونم نه دفاع جوندار، یه دفاع معمولی انجام دادیم، حرکت هجومی نداشتیم. ولی اگه حواسمون جمع بود و اومدیم از فاطمیه برای تبلیغ امام زمان استفاده کردیم، یعنی دنبال تحقق اون هدف بزرگیم. فهمیدیم چی کار باید کنیم. آقا یک کلمه، دنبال تحقق ظهور فرزندشیم، دنبال اینیم که کار رو تموم کنیم. هر جوری هم شما حساب کنیم ما به هیچ کجا نمیرسیم جز با رسیدن به ظهور. اگه دل سوخته مصیبت اهل بیت یا جگرت سوخته است و راست میگی، فیلم بازی نمی کنی و داری راست میگی، باید تشنه انتقام باشی. انتقام جز با ظهور محقق نمیشه. اگه دل سوخته یا تشنه انتقامی، پس کو حرکتت برای تحقق ظهور؟ چه کار کردی برای این امر؟ اگه میخوای حق اهل بیت رو برگردونی، اهل بیت رو بر مسند حکومت عالم ببینی، اونم راهش به ظهور ختم میشه، راهی دیگه نداره. اگه بخوای قلب سوخته حضرات اهل بیت تو مصیبت عظیم کربلا تسلی پیدا کنه، راهی جز فرج نداره. بخوای تحقق عدالت بشه و ظالمین هدف بشن، اونم راهی جز ظهور نداره. شما هر جوری نگاه کنی، راهی برای نجات جز رسیدن برای ظهور پیش پای ما نیست. تمام راه ها بنبسته. خوب استفاده کنیم از این مناسبت برای تموم کردن کار. پس حواسمون جمع باشه، مصیبت فاطمیه رقم خورد چون مردم امام وقت خودشون رو نشناختن. شما سعی کن تو این ایام به این بهونه امام وقتشون رو به مردم معرفی کنی، معرفتشون رو راجع به این امام بالا ببری، درخواست ها و تقاضاهای مکرر این امام رو به شیعیانش برسونی. نصف جلسه رو اگه میپردازی به مادر سادات، اون نصفه دیگه شو باید پیوند بزنی به فرزندش مهدی، به منتقمش. و اگه بیدار نباشیم و این گونه عمل نکنیم، یعنی نیستیم اصلا تو میدون، تو دست اندازاییم، ته اون جاده خاکیاییم و فقط میخوایم یه 10,000 سال دیگه هم عزاداری کنیم. ما دنبال رسیدن به هدف اصلی و تموم کردن کار نیستیم. و چقدر زیبا حضرات کدهای این حرکت ها رو به ما دادن و ما سالهاست نگرفتیم این کدا، نفهمیدیم چی میگن حضرات. همون یه بیت شعری که مادر سادات به علامه میرجهانی فرمود بسه برای اینکه کسی بخواد چیزی بفهم.